السلام علیکم، اصغر حیدری هستم، آرکیتکت، معمار و سیول انجینیر. دوستا، کسایی که میخواه برای آببندی از مواد نانو تکنولوژی استفاده کنه، نوع طریق استفاده از روی است که دیوار را در قدم اول قد سیمنت کسر لشم کنین، کاملا لخشوم شنه، مثل پلستر وری یا مثل گچ وری لخشوم شنه. به اصطلاح دیوار کسر سیمنت لیسایی شنه. بعد از اینکه تراوی شده بعدا خشک شده و از دو بعد دیوار کاملا خشک شد، از این مواد نانو تکنولوژی کسا از این استفاده کن، ما بین کدام ظرف شیو کده ایرا اوگی کن دا او حد را که مثل یک پرایمر وری جور شده. قد بروش دبلی از این کسا بدونین دبلی دیوار، بعدا کسا از خود اینوزی چسب کسا اوگی اج نکن، کنچه بروش کسا دبلی خودی پرایمر بدونین ایرا که دواندین، بعدا کسا جالی را یا در صورت افقی یا در صورت عمودی کسا دبلی زباز کشکین دبلی